در جلسه وسیع کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون، معاون یکم رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، رهبری کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون، اعضای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت، کارمندان دستگاه کمیته اجرایی ولایتی حزب، رئیسان و کارمندان کمیته های اجرایی در شهر و ناحیه‌ها و سابقه‌داران این حزب پیشرفت جامعه اشتراک داشتند. روزنامه مجلس از سه مسئله وارد نمودن تغییرات به اعضای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون، جنبست فعالیت ستاد پیش از انتخاباتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت، عاید به انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق، جنبست فعالیت کمیته اجرایی در ولایت ختلون در 3 ماه اول سال 2025 و وظیفه ها برای آینده عبارت بود. جلسه به کار خود آغاز کرد و نخست در اساس مسئله یکم روزنامه مجلس بر روی خط اعضای کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت ختلون با دستگیری اعضای کمیته اجرایی ولایتی حزب تغییرات وارد گردید. در ادامه کار جلسه فکر و عقیده ها جهتی در سطح بلند سیاسی برگزار گردیدن انتخابات در اساس دستور و سفارش های کمیته اجرایی مرکزی و ستاد مرکزی پیش از انتخاباتی در نزد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، برگزاری ستادهای پیش از انتخاباتی و مجلس‌های یکجایه وابسته به پیشبرد نامزدها و وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پیشبری نامزدها و وکیلی مجلس‌های محلی وکیلان خلق و دیگر تدبیرهایی در این سمت اندیشیده شده بیان کرده شد. در این دوره طبق اطلاع داده شده 2099 ملاقات و واخوری‌ها برگزار گردیده 135847 نسخه شعار و ورقه ها، برنامه های نامزدها، تقویم ها و دیگر موادهای تبلیغاتی به انتخاب کنندگان دسترس کرده شده است. در کل جلسه وسیع همچنین ذکر گردید که در دوره حساباتی حرکت اعضای حزب در تشکیلات های ابتدایی طبق آیین‌نامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و راهنما برای تشکیلات های ابتدایی حزبی صورت گرفته، در نتیجه اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت به حساب عمومی به 209601 نفر و تنها در دوره حساباتی به 4136 نفر رسیده است. دیگر اشتراکداران جلسه نیز وابسته به مسئله های انتخابی بیان نظر نمودند و از روی مسئله های بررسی شده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. در وضعیت خاطرمان سابقه‌داران حزب و رئیسان کمیته های اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت با مدال جشنی 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و گروه از پیشرفان حزب با تحفه های مالیوی سرفراز گردانده شدند.